از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند نسبت مردان 33 و 21 ساله ساکن شهر مذکور پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری آغاز کرده شده است. نامبرده 2 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه در محله 34 امین شهر با مرد 25 ساله ساکن شهر خوجند در حالت مستی واخورده با استفاده از زوراوری او را لطوکوب کرده از جیبش 4000 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسپیتامین نسبت مرد 37 ساله ساکن ناحیه مذکور که پیش با ماده های 247 قسم 5 388 قسم 1 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده 17 ینوار سال 2022 تخمینا ساعت 19:05 دقیقه در حالت مستی با راه پنهانی از نزد مغازه فیض امین ناحیه یک عدد دوچرخه را که به مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 2879 سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان با عریضه به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه بلخی زن 54 ساله ساکن امین ناحیه مراجعت نموده است که اولهای ماه سپتامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل عاقلخانه‌اش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن ناحیه جیهون که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و مرد 36 ساله ساکن ناحیه دوستی که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید به این حالت‌ها تفتیشات ادامه دارد.